رعایت نمی‌کنن. سلام عرض می‌کنم جناب قدیمی، حال شما چطوره؟ چه سلامی کلکی آقا، زشت نیست. جان و کوف زشت نیست. بله خیلی زشت شد. من باید با کیک شیرینی چیزی میرسم در به منزل شما عذرخواهی میکنم. میارم الان. آقا جان کیک به چه درد من میخوره؟ ما از دست شما آروم و قرار نداریم. یک نصف شبه. این از این شب جمعتون، اونم از شب جمعه قبلتونم دیدیم. آقا من میخوام بخوابم. خب دیگه شما در جریان هیچ نیستید. تولد مادره. ما گفتیم یه مقدار سنگ طعام بذاریم روحیه. تولد مادرتون مبارک باشه آقا جان. ولی به جان شما من جمعه ها میرم سر کار. الان سردرد گرفتم نمیتونم بخوابم. این صحیحه؟ بله من متوجه هستم، ولی شما متاسفانه از زندگی خصوصی ما خیلی اطلاع ندارید. این اولین سالیه که ما پدر رو از دست دادیم و پدر در تولد مادر نیستن. به خاطر همین گفتیم مقدار شلوغ کنیم فضا رو. حال مادر بهتر بشه. خدا بیامرزه پدرتون رو. من در جریان نبودم. خیلی کار نیکویی میکنید که به مادر میپردازید شما. البته ببینید من اومدم اینجا یک چیزی رو خدمتتون بگم. این که اولا تولد مادر رو تبریک بگم، بعدم یه چیزی بگم. جانم. خدا به مادر عمر طولانی بده. زنده باشید. عرض میکنم خیلی شما در جریان زندگی شخصی بنده نیستید. طبیعیه. با اینکه همسایه هستیم کسی از هم خبر ببینید ما متاسفانه تو 2 ماه گذشته برادرم هم طی یه تصادفی از دست رفت. به خاطر همین گفتیم یه مقدار دور مادر شلوغ. شما برادرتون هم از دست دادید. آخ مادر چه غمی میکشه. آقا شلوغ کنین، صدای موزیکو ببر بالا، راحت باشین. واقعا جون من رعایت ما رو هم نکنید. البته این 1 ماه بیشتر طول نمیکشه. چطور؟ چون متاسفانه مادر یه بیماری لاعلاجی دارن. دکترها به ما گفتن 1 ماه دیگه بیشتر زنده نیستن. یعنی مادر 1 ماه دیگه در قید حیات نیست؟ برای همین گفتیم یه مقدار صدای موزیکو ببریم بالا، شاید 1-2 روزی بیشتر دووم بیارن. یعنی من همسایه شما هستم یا نیستم؟ اختیار دارید، شما که عزیز ما هستید. من نباید در جریان این شرایط شما قرار بگیرم. خواهش میکنم. یعنی شما ما رو غریبه میدونید؟ بیا برو